سلام رفقا، خیلی خوش اومدید. تو ویدیوی امروز مستر بیست میخواد با کمک مارک روبر که یه یوتیوبر و مهندسه بیشتر از 2000 کیلو خمیر دندون فیلی رو تو خونه داداشش منفجر کنه. بریم با هم ببینیم تهش به خیر و خوبی تموم میشه یا نه. امروز ما میخوایم خونه داداشم رو با خمیر دندون فیلی بهتره کنیم و بعدش با یه خونه جدید سورپرایزش کنیم. شاید براتون سوال باشه که چرا؟ در واقع خود داداشم هم الان مشغول کر ریختن تو خونه کارله و ما با خودمون گفتیم تا اون داره اون کارو میکنه چرا ما خونه‌شو با خمیر دندون فیلی نتره کنیم. چاه مکن بهره کسی. اگه اینو بگیری یا بریزی توی این خمیر دندون فیلی خواهی داشت. وای خدا چه وضعیتی، تازه ما فقط اینقدر ریختیم. حالا اگه 1000 برابرش کنیم میشه ای وای من، وای برگاف، وای خدا جون. بله اینجوری میشه. تازه اینی که دیدید فقط یه مشتی بود که نمونه این خروار پشت سر منه. یه فکر کنم توش مازه. تو این بشکه‌ها به اندازه ترکوندن 5 تا خونه مواد هست و ما فقط یه خونه داریم. یکم احتیاط شرط